سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز. بنده سینا میلان هستم. امروز میخوام آموزش جلسه سوم آموزش ساز باقلما دستی بلند هستیم. امروز میخوام آموزش کوک کردن باقلمای دستی بلند رو بهت یاد بدم. ببینید دوستان، اول دوربین بیان عزیز دوستان. خوبه؟ ببینید اول یه چنین برنامه به اسم باقلما تیونر، لوگوش هم همینه، از گوگل پلی دانلود میکنیم. اینو که باز میکنیم یه چنین صفحه روبرو هستیم. خب ببینید دوستان، الان من ساز باقلما رو کوک میکنم. دوربین رو هم بیار ساز بیفته، هم ساز بیفته هم چیز بیفته. ببینید سیم پایین و دو تا سیم نازک پایین را خب رو فرانکاس 247 نوت سی تنظیم میکنیم. خب سیم بمش درست هر چقدر سیم نازک بود نصف اون میشه 123 کوک میکنیم، یعنی شد 247 نوت سی و سیم بمش رو 123 کوک میشه. خب اگه بالا بود نوتتون پایین میارید، بالا میارید که به 247 برسید. ببینید اینجا رو بگیر. خب اینجا پرده شماره 1 2 3 4 5 6 7 نوت ر رو میگیریم. خب این نوت ر هر چی اومد تو تیونر ما که معمولا می میاد، طبیعتا می میاد، همین می و سیم وسط کوک میکنیم. خب سیم وسط رو می بیار نزدیک، رو می فرانکاس 164 کوک میکنیم. هر دو تا سیم وسط هر دو تا یک کوک کرد 164 165 164 رو می باید سبز بشه. خب الان سیم بالا رو اینجا رو نشون بده دوست خوبه. خب پرده شماره سیم وسط پرده شماره 7 1 2 3 4 5 6 7 میگیریم. نوت لا اومد. خب لا سیم بالا، دو تا سیم بالا داریم ما، سیم نازک و سیم بم. خب سیم زیر 220 رو 220 اینجا رو بگیر، سیم بالا رو 220 سبز میشه. خب رو 220 سبز میشه، ببینید 220. سیم بم درست نصف 220 میشه 110 رو 110 سبز میشه، اینم 110. خب سبز میشه و به این ما میگیم کوک بزلاک düzeni میگن به ترکی، کوک بزلاک. وقتی که ما پرده شماره 1 2 3 از سیم وسط آزاد گفتیم چی میشه؟ ببینید کلا این کوک و ساز رو هر چی کوک کنید، ساز یه دونه استاندارد داره. کلا ما تو ساز باقلما دو تا دوزن اصلی داریم. دوزن یعنی چی؟ یعنی صدای پایه. یکی صدای پایه باقلماست، یکی صدای پایه بزلاک یا بزوکه. صدای پایه باقلما که واسه ساز دستی کوتاه معمولا استفاده میشه، واسه ساز دستی بلندم کوک کردنش آموزش میدم بعداً، ولی اصلی ترین کوک برای ساز دستی بلند همین کوک بزلاکه. خب ساز دستی کوتاه گفتیم رسولا میشه، ولی ساز باقلمای دستی بلند سیم پایین لا، سیم وسط ر و سیم بالا سیمای بالا، در واقع گروه پایین لا، گروه وسط ر و گروه بالا سول میشه. و اینجا وقتی که ما پرده سوم نوت می از سیم وسط رو میگیریم و با انگشت شماره 5 نوت پرده شماره 3 پرده لا رو میگیریم. اینجا رو بگیر. صدای پایه سی به ما میده مثبت 2، ولی این کوک در واقع این وقتی که اینو میگیریم صدای لا رو در واقع میگیریم. خب کوک کردن رو دوباره تکرار میکنم. سیم پایین سی، سیم وسط می،
بالا لا. خیلی ممنونم از شما دوستان خوبم. اگه فکر میکنید کاری که ما انجام میدیم، کانالی که ما داریم درش تلاش میکنیم برای شما فیلم بذارید، کانال مفیدیه، خواهشمندم کانال ما رو سابسکرایب و لایک و کامنت بذارید. خیلی ممنونم از شما. بدرود.